سلام كمسك الختام. آیا می دانید خوشبختی زنان در چیست؟ به نام آنی که جان آفرید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر زنی که نمازهای پنجگانه را خواند، رمضان را روزه گیرد، ناموسش را نگه دارد و شوهرش را اطاعت نماید، به او گفته می شود از کدام دری جنت بخواهی به جنت داخل شو. روایت احمد. شنونده عزیز، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که خوشبختی زن در 4 چیز است. یکم در خواندن نماز، دوم در داشتن روزه ماه رمضان، سوم در نگاه داشتن ناموس و چهارم اطاعت شوهر کردن. خواندن نماز و روزه ماه شریف رمضان به ما معلوم است. نگاه داشتن ناموس چیست؟ علما میگویند یعنی زن باید از زنا و عملهای فاحشه دور شود و خود را از مردان نامحرم دور نگاه دارد و تمام بدن خود را با ستر از نامحرمان پنهان نماید و لباسهای تنگ و شفاف نپوشد. یعنی ستر اسلامی، حجاب که برای زنها فرض است، آن را بپوشد. و شرط آخرین را پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت شوهر کردن گفتند. پس ای خواهران و مادران، آیا شما این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را به جا آورده ایستاده اید؟ آیا شما از شوهران خود اطاعت میکنید؟ آیا سخنان شوهران خود را به زمین نمیزنید؟ آیا این شرطی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث که سبب خوشبختی شما می شود آن را ذکر کردند، آیا این شرط را اجرا کرده ایستاده اید؟ اگر اجرا کرده ایستاده باشید، انشاءالله خوشبختی این دنیا و آخرت را سزاوار می گردید. باور کنید اکثر مشکلات در بین زن و شوهر از این آغاز می شود که زن اطاعت شوهر خود را نمی کند و در نتیجه این مشکلات در بین آنها زیاد می شود، نافهمی ها زیاد می شود و آنها از هم جدا می شوند. و در آخر این را خواستم بگویم: ای خواهران مسلمان، اگر شما خوشبختی این دنیا و آخرت را بخواهید، اگر داخل شدن به جنت را بخواهید، پس به شوهرهای خود اطاعت بکنید که خوشبختی شما، سعادت این دنیا و آخرت شما در اطاعت شوهر می باشد. و این چنین خواستم به برادران مسلمان بگویم: شما فراموش نکنید این اطاعت در دایره چارچوبه شریعت است. یعنی اگر شما فرمان دهید که از چارچوبه شریعت بیرون باشد، زن می تواند این فرمان شما را اجرا نکند و اگر فرمان شما به انجام دادن گناهی باشد، پس زن باید آن را ترک بکند، چون سخن خداوند و پیامبر صلی الله علیه و سلم از سخنان همه شخصان، همه مخلوقان پیش می ایستد. در آخر از الله تعالی می پرسیم که همه این مادران و خواهران را به این حدیث عمل کننده بگرداند و آنها را در آمدن به جنت با آن دری که خود انتخاب می کنند نصیب بگرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.